با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنیم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله، اما بعد. درس امروزه ما از این کتاب مبارک، از کتاب لمعة الاعتقاد هادی الی سبیل الرشاد از ابن قدامه مقدسی رحمت الله علیه، در بیان اینکه مردم در روز قیامت برانگیخته میشوند. ابن قدامه رحمه الله تعالی در این کتاب مبارکش در این موضوع مبارک که ما رسیدیم و درس‌های گذشته را حتما گوش بدهید، چون با همدیگر ربط و رابطه دارند. اگر هر کس که این کتابی که ما درس کردیم از خود نماید، ان شاء الله که یک فیض و کرم و بزرگی عظیمی را در خود کسب نماید با فضل و کرم الله سبحانه و تعالی. اگر کسی این درس را خوب گوش بدهد، میتوانیم که در آخر بعد سپس باید را امتحان بگیریم. در اینجا مؤلف ابن قدامه مقدسی رحمه الله تعالی میفرماید که و یحشر الناس یوم القیامه حفاتا عراتا غرلا بهما، مردم در روز قیامت برانگیخته میشوند، پایلوچ، عریان، ختنه نشده زنده کرده میشوند. فیقفون فی موقف القیامه، آنها هنگامی که برانگیخته میشوند از قبرهای خود میبرایند، زنده میگردند. آنها در این صحرای محشر می ایستند، در این موقف، در این مکان، حتی یشفع فیهم نبینا محمد صلی الله علیه و سلم، تا آنکه نبی ما محمد صلی الله علیه و سلم سرور دو جهان برای آنها شفاعت کند. در آنجا آنها می ایستند تا آنکه رسول الله برای همگی تمام این امت شفاعت کند. و یحاسبهم الله تبارک و تعالی، و هنگامی که این شفاعت اولی رسول الله صلی الله علیه و سلم در آن موضع، در اون صحرای محشر قرار میگیرد، از برای اینکه حساب کتاب شروع شود، مؤلف میفرماید پس الله تبارک و تعالی آنها را حساب میکند. الله تبارک و تعالی آنها را مورد حساب و کتاب قرار میگیرد. و تنصب الموازین، و در آن هنگام در آن صحرای محشر میزانها، ترازوی اعمال نیز گذاشته میشود. و تنشر دواوین، و همچنین دفترهای اعمال شده میگردند. آن اعمالی که هر چیزی که انسان در آن روز در این دنیا انجام داده بود، همه آن دفترها کشوده میگردند. و تتطایر الصحف الاعمال الى الایمان و الشمال، و صحیفه های اعمال بندگان از طرف راست و از طرف چپشان داده میشوند. چگونه که الله سبحانه و تعالی میفرماید فاما من اوتی کتابه بیمینه، اما کسی که کتابش عملهایش که در کتاب نوشته شده هستند به طرف راستش داده شود، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، بزودیست که به آسانی حساب میبیند، حساب کرده میشود. و ینقلب الی اهله مسرورا، و هنگامی که بر این میزان ترازوی اعمالش برکشیده میشود و اعمال او به دست راستش داده میشود و میزان او به آسانی وی حساب کرده میشود، به نزد اهل خانواده خود شادمان برمیگردد، یعنی که بر بهشت و سوی بهشت حرکت میکند. و اما من اوتی کتابه وراء ظهره، اما آن کسی که کتابش، صحیفه اعمالش از پشتش داده شود، فسوف یدعو ثبورا، پس ناله میکند، داد میگوید. و یصلی سعیرا، و در آتش انداخته میشود. پس احیا یا حشر، این احیا زنده شدن رو میگویند، حشر جمع آوری رو میگویند در روز قیامت. احیا یعنی بحث، برانگیخته شدن، و در اصطلاح به معنای زنده گردانیدن مردگان در روز قیامت میباشد. این رو احیا میگویند. اما حشر این جمع آوری، جمع کردن رو دارد و در اصطلاح به معنای جمع کردن مخلوقات در روز قیامت برای حساب و مورد حکم و محاکمه قرار گرفتن آنها را حشر میگویند. پس احیا زنده شدن مردم پس از مردن، اما حشر این جمع آوری مردم بعد زنده شدن است. پس انا همین احیا بعث میگویند و حشر جمع آوری حقیقتا ثابت شده است با کتاب و سنت، با دلیل کتاب و سنت، با اجماع مسلمانان این اتفاق حتما می افتد. الله سبحانه و تعالی می فرماید در سوره تغابن آیه 7: قل بلا و ربی لتبعثن، بگو ای محمد، بگو بر اینها بله حتما با پروردگارم قسم که شما را احیا میکند الله سبحانه و تعالی، حتما، البته. و همچنین الله می فرماید قل ان الاولین والآخرین، بگو ای محمد بر تمام این مردم خطاب کرده بفرما درست است که همه ای گذشتگان، اولین مردم و آخرین آیندگان مردم، لمجموعون الى میقات یوم معلوم،
بر همه این جهانیان خبر بده ای محمد، دستور بده و بفرما و بفهمون که اولین اینها آدم علیه السلام و آخرین اینها در آن روز در صحرای محشر برانگیخته میشوند، جمع کرده میشوند. لمجموعون الی میقات یوم معلوم، در وقت معین شده روز قیامت آنها جمع میشوند. در سوره واقعه آیه 49 و 50. و ابن قدامه میفرماید که پیامبر الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: یحشر الناس یوم القیامت علی عرض بیضاء، در روز قیامت مردم در روی زمین سفید ناشناس جمع میگردند. یک زمین سفید و ناشناس در آنجا جمع کرده میشوند، حفرا، که هیچ نشانه و اثری از بنا یا که نشانه های خانه در آنجا دیگر دیده نمی شود. این روایت در صحیح مسلم است، در باب صفت قیامت و بهشت و دوزخ و بخش احیا شدن بعد از مرگ تحت رقم 2790 نقل کردن از حدیث سهل ابن سعد رضی الله عنه. در این حدیث بیضاء، سفید ناشناس، زمینی که سفیدی آن به سرخی مائل است، در آنجا مردم جمع می شوند. به نشانه، یعنی که در این زمین هیچ نشانه از منزلگاه از ساختمان ها دیده نمی شود. یک زمین راست است، یک زمین راست است. پس تمام مسلمانان با اتفاق نظرند بر این اعتقادند که واقعیت حشر در روز قیامت که مردم برانگیخته می شوند بدون لباس، بدون پایافزال و بدون ختنه نشده هم. الله سبحانه و تعالی در این مورد در سوره انبیا در شأن برانگیخته شدن مردم می فرماید: استعیذ بالله کما بدأنا اول خلق نعیده، طوری که اولین بار آفریده بودیم باز همون شکل ما آنها را زنده میگردونیم. آنگونه ای که الله سبحانه و تعالی ما و شما را آفریده بود به لباس ختنه نشده، انا همان گونه در روز قیامت ما در صحرای محشر برانگیخته خواهیم شد. و همچنین قول رسول الله صلی الله علیه و سلم که فرمودند: انکم تحشرون حفاتا عراتا غرلا ثم قرأ. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که البته که شما پایلوچ و عریان و ختنه نشده زنده میشوید، برانگیخته میشوید. و سپس این آیه کریمه را صلی الله علیه و سلم تلاوت کردند، مانند آنچه که اولین آفرینش را آغاز کردیم، کما بدأنا اول خلق نعیده، مانند آنچه که اولین آفرینش را آغاز کردیم با آن هدفی که وعده داده بودیم شما را بار دیگر حشر میکنیم. در سوره انبیا. و اولین کسی که در آن روز قیامت پوشانده می شود این ابراهیم علیه السلام است. این ابراهیم علیه السلام است. در حدیث عبدالله ابن انیس آمده است که احمد این حدیث را روایت نمایند: یحشر الناس یوم القیامت حفاتا غرلا بهما، مردم که در روز قیامت عریان، بی لباس، لخت مادرزاد و همچنین بی پایافزال حشر میشوند. قلنا، پرسیدیم: و ما بهم؟ گفتند ای رسول الله معنای بهمن چی معنا دارد؟ رسول الله گفتند که لیس معهم شیء، با همراهی آنها چیزی نیست. گفتند با همراهی آنها چیزی نیست، نه که لخت مادرزاد. و حساب باشد، حساب، روز حساب میگن. این روز را حساب در لغت به معنای شماریدن رو میگن، اما در اصطلاح باشد به معنای آشکار کردن عملهای بندگان از جانب الله سبحانه و تعالی می باشد. و این حقیقت حساب و کتاب و اعمال بندگان در روز قیامت بر اساس قرآن و سنت و اتفاق علماهای مسلمان ثابت است. الله سبحانه و تعالی در سوره غاشیه آیات 25 و 26 می‌فرماید که ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم، البته که شما با سوی ما باز میگردید، بازگردنده هستید به سوی ما. ان الینا ایابهم، و بر ماست که آنها را حساب و کتاب کنیم. ثم ان علینا حسابهم، البته که الله سبحانه و تعالی در آن روزی که ما با سوی او سبحانه و تعالی باز میگردیم، تمام آن اعمالی که امروز انجام میدهیم از خوبی ها از بدی ها، همه آنها در آن روز دیگر حساب و کتاب میگردند. دیگر هیچ جای پوشیدنی در آن روز باقی نمیماند. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در بعضی از نمازهای خود میگفتند که اللهم حاسبنی حسابا یسیرا،
پروردگارا بر من حساب کنی آسان را حساب کن. اگر رسول الله صلی الله علیه و سلم این گونه دعا نمایند، پس از باب اولا هست که ما و شمایان با بیشتر دعا کنیم، دعای بیشتری داشته باشیم. عایشه رضی الله عنها پرسیدند که ای رسول الله، حساب آسان چیست؟ او صلی الله علیه و سلم در جواب گفتند که ان ینظر فی کتابه، حساب آسان آن حساب است این است که به عملهای او الله نگاه کند، فیتجاوز عنه، سپس خطاگی های او را چشم میپوشد، گذشت کند. این حدیث را احمد در مسند و همچنین ابن ابی عاصم در سنن ذکر کردند. پس در روز قیامت هر شخص به حساب گرفتار می شود. اگر هر کی در روز قیامت مورد حساب و کتاب قرار بگیرد هلاک می شود. قالت عایشه یا رسول الله، عایشه رضی الله عنها پرسیدند، گفتند ای رسول الله، اولیس قول الله تعالی، آیا قول الله سبحانه و تعالی فسوف یحاسب حسابا یسیرا، بزودی که برای آنها یک حساب آسان و سبک خواهد بود، آیا این قول الله پس بزودی حسابشان سبک گرفته می شود، حسابشان آسان است؟ آیا این قول الله چی می شود؟ اگر مردم در آنجا اگر حساب شوند هلاک بگردند، پس این قول الله را چگونه بفهمیم؟ و رسول الله صلی الله علیه و سلم در جواب گفتند ذاک العرض، و گفتند که این حساب تنها به معنای نظر سختی، یعنی که عرض است، پیشنهاد است. انما ذلك العرض و من نوقش الحساب عذب، گفتند اما هر کسی که حسابش بررسی مفصل شود عذاب کرده می شود، هلاک می شود. روایت بخاری است، همچنین مسلم هم این حدیث رو روایت کردند. پس این حدیث مبارک نشان می‌دهد که حساب آسان برای آنهایی است که الله سبحانه و تعالی گناهانشان را میبخشد. اما کسی که اگر حساب کتاب آنها مفصل شد، بررسی شد، حساب کتاب آنها کشانده شد، آنها مورد عذاب و عقاب قرار میگیرند، چون این بررسی مفصل سبب هلاکتی آن کسان میگردد که اعمال آنها حساب کرده می شود. به خاطر چیز؟ چون هیچ کس نمیتواند با آن عملهایی که انجام داده بود عذاب الله را از خود دور کند. پس تمام مؤمنان درباره حقیقت حساب در روز قیامت اتفاق نظر دارند. همه مؤمنان اتفاق نظر دارند. سپس صفت حساب برای مؤمنان چگونه رخ می‌دهد؟ صفت حساب برای مؤمنان الله سبحانه و تعالی با آن بنده تنها میماند. در روز قیامت هر یک ما و شمایان با پروردگار روبرو میشویم و بدون ترجمان او با ما سخن میگوید. پس هر یک بنده با الله تنها میماند و الله سبحانه و تعالی گناهان این بنده را با آن بنده یادآوری میکند. تمام گناهان او را یادآوری میکند تا آن دم، تا آن وقتی که بنده فکر میکند که هلاک شدم، بدبخت شدم، هلاک شدم. این هنگام است که الله سبحانه و تعالی بر این بنده میگوید ای بنده، من این گناهان تو را، من آنها را در این دنیا پنهان داشتم، پنهان کرده بودم این گناهان تو را در این دنیا و امروز هم این گناهان تو را برای تو میبخشم، میآمرزم. سپس آن کتابی که اعمال نیکش، نیکویی‌هایش نوشته شده بود، آن کتاب را بر دست او می‌دهد. اما کافران و منافقان باشد، آنها در آن روز احوال بدی را با خود دارند. یک احوالی بسیار دهشتناکی را کافران در آن روز با خود دارند. کافران و منافقان آنها در آن روز در پیش همه مردم صدا زده می‌شوند و گفته می‌شود که اینها کسانی هستند که درباره پروردگار خود دروغ می‌گفتند. کافران و منافقان در نزد تمام مردم، تمام انسانیت، از آدم تا خاتم تا روز قیامت بر اینها ندا کرده می شود و صدا زده می شود. اینها کسانی هستند که درباره پروردگار در این دنیا دروغ می بستند و گفته می شود که آگاه باشید لعنت الله بر دروغگویان و بر ستمکاران. این حدیث را امام بخاری در باب کتاب ظلم‌ها تحت رقم 2441 در زیر تفسیر قول الله سبحانه و تعالی الا لعنت الله علی الظالمین، آگاه باشید که لعنت الله بر ظالمان باد، در سوره احد آیت 18. و همچنین حدیث مذکور امام مسلم در کتاب التوبه در بیان قبول توبه قاتل، توبه کشنده، حتی
اگر قتلش بسیار هم باشد تحت رقم 2768 ذکر کرده است از حدیث عبدالله ابن عمر رضی الله عنه. پس حساب روز قیامت برای تمام مردم دایر میگردد بجز آن کسانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم آنها را استثناء کرده بود و آن کسانی را که رسول الله صلی الله علیه و سلم استثناء کرده بود آنها همان 70,000 نفر از امت اویند صلی الله علیه و سلم. این 70,000 نفر بدون حساب و کتاب بدون حساب و عذاب اینها داخل جنت میشوند به جنت می‌دارند و در این گروه در آن زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم این حدیث را در آن جمعی از صحابگان ذکر میکرد یکی از صحابگان در آنجا برخاست که به نام عکاشه رضی الله عنه گفت ای رسول الله دعا کن که مرا الله از زمره آنها قرار بدهد و رسول الله گفت تو از آنها هستی. این صحابی کرام عکاشه این منزلت نیکو را در آنجا به دست آورد. روایت بخاری و مسلم است و همچنین روایتی که احمد از ثوبان رضی الله عنه نقل میکنند رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند مع کل 1070,000 که با هر یکی از این 70,000 نفری که بدون حساب و کتاب داخل بهشت میگردند باز 70,000 نفر دیگری هستند که اینها هم چیز بدون حساب کتاب داخل بهشت میگردند. در اینجا گفتم که حدیث دیگری که از احمد و ثوبان رضی الله عنه روایت است مع کل 1070,000 با هر یک از این 70,000 نفر باز 70,000 نفر دیگری خواهم بود که این مردم بدون حساب کتاب داخل بهشت میگردند. پروردگار ما را از جمله اینها قرار بده، ما را از جمله آن بندگان قرار بده که ما عملهای این 70,000 نفر را انجام بدهیم و بدون حساب کتاب داخل بهشت بشویم. پس برادر و خواهر گرامی این حدیث مبارک نشان میدهد که در امت محمد صلی الله علیه و سلم افراد هستند، کسانی هستند که با مرحمت و رحمت الله سبحانه و تعالی بدون حساب و کتاب داخل بهشت میشوند، از عذاب و حساب الله سبحانه و تعالی در امین میمانند. پروردگار ما را از جمله و زمره این کسان قرار بده. اما اینها این افراد که بدون حساب کتاب داخل بهشت میگردند این افراد دارای یک صفتهای ویژه خاصی را دارند به مانند توکل کامل به الله سبحانه و تعالی داشتنشون در تمام امور حیاتشون، توکل کامل و دوری از عملهایی که به شفاعت دیگران وابستگی می نماید و همچنین کسانی که تنها با الله توکل می نمایند و دعا و کمک یاری مدد را از کسی جز الله طلب نمی کنند اعتقادی باورش تنها به الله سبحانه و تعالی است و همچنین چون در حدیث ذکر شده است هنگامی که برای آنها سختی ها بیاید یکی یگام جای دستشون یگوش یره شود آنها آن مکان را با آتش نمی سوزانند و بسیار توکل کننده به الله سبحانه و تعالی هستند که در صحیح مسلم در کتاب رقاق در بیان داخل شدن آن 70,000 نفری که بدون حساب کتاب داخل بهشت میشوند. همچنین امام مسلم هم حدیث درباره گروهی که از مسلمانان که به حساب و عذاب داخل بهشت میشوند از روایت ثوبان چونه که بیان کردیم. پس اولین امتی که در روز قیامت حسابشان دایر میگردد انجام مییابد این امت محمد صلی الله علیه و سلم هستند. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث فرمودند که نحن الاخرون السابقون یوم القیامه، ما آخرین امت در دنیا و اولین امت در روز قیامت هستیم. المقضی بینهم قبل الخلائق و بین ما پیش از تمام خلقها قضاوت کرده می شود یا قضاوت خواهد شد. حدیث در صحیح مسلم بخاری و مسلم یادآور شده است و در روایت دیگر که از ابن ماجه هست از ابن عباس رضی الله عنهما رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند نحن آخر الامم، ما آخرین از امت هستیم، ما آخرین امت در دنیا هستیم و اول من یحاسب و اولین امت هستیم که حسابشان دایر میگردد. پس این احادیث بیانگر منزلت خاصی امت محمد صلی الله علیه و سلم است. این حدیث نشان می‌دهد که امت محمد صلی الله علیه و سلم در روز قیامت در مقایسه با دیگر امتان پیشین یک منزلت خاص و جایگاه ویژه‌ای را دارند که این امت آخرین در دنیا آمدند اما اولین در روز قیامت قرار می‌گیرند. اگرچند که امت‌های اسلامی پیشین بودند چقدر امت‌های پیشین ما را سبقت کردند اما امت اسلامی که آخرین امت در این دنیا هستند اما در روز قیامت اینها هستند که حساب اینها کتاب اینها
از هر امت دیگر سبقت میکند. پس انا همین پیش دستی میتواند نشانه رحمت و شفاعت محمد صلی الله علیه و سلم باشد که این امت را با چنین مرتبه های بزرگ و نیکو و الگوی رسانید. پس چگونه میتونی از این محمد، از این رحمت برای عالمیان، از سنت او سپس تو دست بکشی؟ آیا جای حیران شدنش نیست که این رسول صلی الله علیه و سلم اینقدر جایگاهی را برای تو در روز قیامت آماده کرده است و آماده میکند؟ تو امروز از سنت او روی گردان هستی، سنت او را نمیگویی، ترک میکنی یا که این کار را رد هم میکنی. که این احادیث در صحیح بخاری، در کتاب انبیا، در بیان مقام امت و همچنین در صحیح مسلم در کتاب ایمان در بیان شرح شفاعت پیامبر صلی الله علیه و سلم و ابن ماجه در کتاب زهد از ابن عباس روایت کردند. پس اولین چیزی که در رابطه با حقوق الله، با حق الله در روز قیامت از مردم حساب و کتاب میگردد این نماز است. اولین چیز در بیان از حقهای الله سبحانه و تعالی این نماز است. چگونه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند اول ما یحاسب به العبد یوم القیامه الصلاه. اولین چیزی که در روز قیامت از بندگان حساب و کتاب میشود این نماز است. پس تو امروز بر این نمازی که ادا میکنی نگاه کن حالت را با الله با این نماز چگونه است و از اولین چیزی که در آن روز از حق الله تو سوال کرده میشوی، تو اینجا با این اعمالی که انجام میدهی تقصیری، ناقصی، کمبودی، پس الکی حسابت در آنجا معلوم میگردد. پس حسابت را حاضر خوب بساز که در آنجا حساب تو آسان بشود. هر کی از نفس خود با خبرتر است، هر کی از اعمال خود با خبرتر است. تو که از اعمالهای من بیخبر هستی، من که از اعمالهای تو بیخبر هستم، ولیکن در نزد پروردگار در آن روز وقتی که حساب میشوی این رو باید بیارو امروز اعمالت را خوب بکن، خود را اصلاح بکن. رسول الله فرمود که فإن صلحت صلح سائر عمله. گوش بده، اگر نسبت در نمازها بے پروایی بے اهمیتی میکردی گوش بده. اگر نماز تو ای بنده درست شود، صلی الله علیه و سلم فرموده است تمام کارهای دیگرت هم درست میشود. برای همین اگر امروز نماز تو درست باشد تمام عملهای تو هم درست میگردد باذن الله تعالی. پس نمازت رو، رابطت رو با الله پیوست نما، خوب نما. و فرمود که و ان فسد سائر عمله. از این نقطه ما باید بترسیم، نقطه عظیم است. اگر نمازت بد باشد، اگر نمازت فاسد باشد، پس به درستی که تمام کارهای دیگرت هم بد میشود و فاسد میشود. روایت طبرانی در اوسط و گفتن که سند خوب است، با سند خوبی روایت کردند و همچنین در ترغیب و ترهیب و همچنین رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند اول ما یقضى بین الناس یوم القیامه فی الدماء. اما آن چیزی که در روز قیامت از حق مردم پرسیده می شود، این اولین چیزی که در روز قیامت بین مردم حکم کرده می شود این خونهای آدمان است. پس برادر و خواهر گرامی، نماز اولین چیز است. اگر حسابت در این خوب شد باقی اعمالت خوب میگردد. اگر نمازت درست شد به درستی که دیگر اعمالت درست میگردد. اما اگر که پناه به سوی الله، اگر نمازهای ما در این دنیا بد بود در آن روز بد می شود و اعمال ما بر ما دیگر منفعت نمیبخشد. پس این نماز ما یک عامل اساسی خوشبختی ما، سبب عامل اساسی خوشبختی ما در آخرت میگردد، سبب آسانی حساب ما میگردد که آن نمازی که تو در این دنیا اهمیت دادی به آن. برای همین است که ما در وصف نماز چندین کتاب ترجمه شده است و تا حالا در موضوع نماز، در بیان نماز صحبت ها و سخنرانی ما میکنیم، چون این بر اعمال تو، بر باقی مانده اعمال تو یک وابستگی ویژه‌ای دارد. این پیامبر صلی الله علیه و سلم برای ما تاکید کردند که آدمان باید دقت خود را، توجه خود را بر نماز یک توجه مخصوص قرار بدهند، نه مثل اعمالهای دیگر. و همچنین حکم خون و جنایت ها یکی از اولین موضوعهای مهم می باشد که در روز قیامت بین مردم بررسی می شود. این حدیث درباره نماز و اهمیت آن در روز قیامت و درباره خونبها، خونها و حساب کتاب آنها در روز قیامت. و سپس والمیزان له کفتان واللسان توزن به الاعمال. میزان، ترازوی اعمال برای حساب و چین کردن اعمال در روز قیامت گذاشته می شود که دو کاسه، دو پله دارد و یک زبان دارد، نشان دهنده که در مابین است. تمام اعمال هر بنده یا که بندگان در آن میزان وزن کرده می شوند. چون که الله می فرماید فمن ثقلت موازینه. پس هر کسی که میزان ترازوی اعمال او اگر که وزنین بگردد،
فاولئک هم المفلحون. البته که این بندگانی که اعمال آنها در آن میزان اعمال ترازوی اعمال وزن گشت، اینها نجات یافتگان و کامیافتگان هستند. پس هر کسی که ترازویشان سنگین باشد با اعمال نیکشان، آنها نجات یافتگانند. اما در دوام آیه چی فرمود؟ و من خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم. اما آن کسانی که میزان ترازوی اعمال آنها سبک آمد و کسانی که ترازویشان سبک شد از اعمال نیک، فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جهنم خالدون. آنها کسانی هستند، آنها کسانی خواهند بود که در نفسهای خود زیان کردند، بر نفسهای خود زیان رسانیدند. فی جهنم خالدون، که اینها با این سبکی اعمال نیکشان در جهنم دیگر جاودانه خواهند ماند. در سوره مؤمنون. پس در روز قیامت ترازوی گذاشته می شود. در آن روز یک ترازوی وجود دارد که اعمال نیکی تو ای بنده که امروز آن را انجام دهی بعداً چین کرده می شود، که این ترازو دارای دو پهلو است و یک زبانی هم دارد که قدر اعمال بندگان را یا که سنگین یا که سبک بودن آن را نشان می دهد. پس اعمال نیک تو زیاد باشد ای بنده، سبب نجات تو خواهد بود، و این اعمال نیکی تو ای بنده سبب رحمت و مغفرت الله سبحانه و تعالی می گردید و بر اون نزدیک می شوید. اما آن کسانی که ترازوهایشان سبک است به سبب کمی عملهای نیک و زیادی گناهانشان، به درستی که به خود زیانهای بزرگ کردند و در جهنم قرار خواهند گرفت. و در این آیه کریمه فلاح، نجات، بیان نجات است، یکی موفقیت و خوشبختی است که با سبب اعمال نیک خود ای بنده آن مقام را در آن روز به جا آورده، به دست آورده. این رو فلاح میگویند، فلاح، نجات. اما خسارت، الله گفت اولئک هم الذین خسروا، گفتند خسارت چی معنی دارد؟ خسارت این زیان است، نتیجه آن دوری در این دنیا از رحمت الله، نتیجه بی‌پروایی در نماز و در طلب علم و دانش و معرفت، نتیجه دوری از این چیزها که اعمال نیکی تو در آن روز سبک میگردد، اما اعمال بدی تو در آن روز وزنین میشود که این سببی به هلاکت رسیدن تو ای بنده میگردد. پس این ترازو در آن روز، ترازوی عدالت که گذاشته میشود، این نشانه انصاف و عدالت الله سبحانه و تعالی را نشان میدهد که هر عمل تو کوچکترین آن و بزرگترین آن، خردترین آن به طور دقیق در آن روز حساب و کتاب کرده می شود. پس برادر و خواهر گرامی، این آیه کریمه که خوانده شده از سوره مؤمنون، این آیات ها ما رو وادار می کند که به عملهای نیک دقت بدهیم، جدی باشیم و بی‌پروایی نکنیم و از آن گناهانی که پنهان و آشکار داریم پرهیزگاری نماییم و دائما در فکری وزنینی ترازوی نیک همون باشیم، نه سبکی آن. آگاه باش ای بنده، تو میتوانی در یک لحظه با یک سخن، با یک عمل تمام این اعمال تو حبطه بسازی. اگر اعمال شرک رو انجام دادی، برای همین شرک رو بیاموز و قسم های شرک رو بیاموز و چی قسمت از شرک اعمال تو رو باطل میسازد و چی قسمت از شرک تو رو از دین خارج میکند و ضد شرک توحید است، آن رو هم بیاموز. پس موازین جمع میزان است. این ترازو، کلمه ترازو یعنی آن چیزی که در آن روز دارای دو پهلو و یک زبان است. اعمال وزنین و سبک تو هر چی که در این دنیا انجام دادی در آن روز مورد بحث و بررسی قرار میگیرد. پس ترازو انا همان واسطه چینه که اعمال در روز قیامت قرار میگیرد است که الله او را میگذارد تا اعمال بندگان در آن روز چین کرده شوند. و دلیل این که الله سبحانه و تعالی تمام بندگان خود را اعمال آنها را چین میکند و وزن میکند قول الله سبحانه و تعالی است. الله میفرماید فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جهنم خالدون. در این سوره مبارکه الله میفرماید که پس هر کی ترازوهایش وزنین بگردد
ترازوی اعمال نیکش اگر وزن بگردد در نعمتها کامیابی را به دست می آورد و هر کی ترازویش سبک باشد آنها کسانی هستند بر نفسهای خود زیان کردند. فاولئک الذین خسروا انفسهم، آنها کسانی هستند که بر نفسهای خود زیان کردند. فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جهنم خالدون، پس آنها در جهنم جاودانه و ابدی خواهند ماند. و همچنین قول الله سبحانه و تعالی که می‌فرماید و نضع الموازین القسط لیوم القیامه، ما ترازوهای عدل را در روز قیامت خواهیم گذاشت. و نضع الموازین القسط لیوم القیامت فلا تظلم نفس شیئا، فلا تظلم نفس شیئا، که در آن روز ترازوها گذاشته می شود و به هیچ نفس، به هیچ کس در آن روز نه کمترین ظلم کرده نمی شود. فلا تظلم نفس شیئا و این کان مثقال حبة من خردل، حتی اگر آن هم با وزنینی دانه خردل، یک دانه جو و گندم هم باشد، اتینا بها، حتما او را خواهیم آورد. و کفا بنا حاسبین، و الله میفرماید کافی هستیم، ما کافی هستیم به عنوان حساب کنندگان یا که حسابگر. و رسول الله صلی الله علیه و سلم چون که روایت بخاری و مسلم است فرمودند کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمه هستند که بسیار دوست داشته تر در نزد الله هستند. خفیفتان علی اللسان، این دو کلمه که دوست داشته تر در نزد الله سبحانه و تعالی هستند، علاوه بر این بسیار سبک هستند در زبان، گفتن آنها بسیار سبک است. ثقیلتان فی المیزان، و این دو کلمه که در نزد الله دوست داشته تر است و در میزان، در زبان بسیار آسان گوی تر است و در میزان، در ترازوی اعمال در روز قیامت بسیار وزنین هست. چی است این دو کلمه؟ سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم. این دو کلمه سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم، یعنی هر کی بگوید سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم، دو کلمه ای که الله این دو کلمه را دوست می‌دارد و گفتن آنها بر زبان بسیار عادی و آسان است، اما در ترازوی اعمال در روز قیامت به نهایت وزنین هم هست. و همچنین در روز قیامت در بیان حساب کتاب و این ترازوی اعمال تمام علماها، تمام صحابگان، تمام تابعین و کسانی که از آنها به احسان پیروی کردن اتفاق نظر دارند، در این اختلافی نیست. با بودن این ترازو در آن روز شک و تردیدی نیست، اما صفت ترازو چی صفتی دارد و حقیقت آن، این ترازویی که ای برادر و خواهر گرامی در آن روز گذاشته می شود و اعمال ما و تو که در این روز حاضر کسب کرده ایستاده‌ایم در آن روز وزن کرده می شود، این ترازو حقیقی است، دارای دو پله است. و دلیل آن که این ترازو حقیقی است و دارای دو پله است حدیث عبدالله ابن عمرو ابن عاص است درباره صاحب این کرته خرده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند فتوضع السجلات فی کفة والبطاقة فی کفة، در آن روز دفترها در یک پهلوی ترازو گذاشته می شود و این کرته که در آن لا اله الا الله است در پهلوی دیگر ترازو گذاشته می شود. این حدیث که روایت ترمذی و ابن ماجه و البانی این حدیث رو صحیح گفتن، بیان این است که ترازو دارای دو پهلو است. اما شماره ترازوها در مورد شماره ترازوها یک چند نظری از اقوال علماها ذکر شده است و علما رحمهم الله تعالی فرمودند در بیان شماره ترازوها گوناگون هستند در آن روز، احتمالاً به اساس ملت‌ها، شخصیت‌ها یا عملهای آنها این ترازوها در آن گذاشته می شود، چون در قرآن کریم این ترازوها به شکل جمع آمده است، موازین، یک ترازوها ذکر شده است، ترازوهای اعمال. اما نظری دیگری از مردم، از علماها که تنها الله میدوند که این ترازوها چگونه ترازو هستند، تنها الله میدوند. پس در این ترازوها چی چیز چنگ کرده می شود؟ در این ترازوهای اعمال در آن روز چی چیزها چنگ کرده می شود؟
اولا خود عملهای مردم چین کرده می شود. عملهای مردم بر اساس آیات ها و احادیثی که در بالا ذکر یادآوری کردیم، بر اساس آن آیات ها و احادیث در بالا ذکر کردیم که عملهای بندگان در آن روز چین کرده می شود و صحیفه های اعمال بندگان در آن روز چین کرده می شود. حدیثی که حضور خواندیم، حدیثی آن کسی که بروی این کارت داده می شود، نشان می دهد که این صحیفه ها وزن کرده می شوند همچنین و خود همون شخص عمل کننده هم وزن کرده می شود. حدیث ابی هریره است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند انه لیأتی الرجل العظیم السمین، در روز قیامت به درستی که یک شخص بزرگ فربه آورده می شود. لا یزن عند الله جناح بعوضة، این شخص بزرگ و فربه در نزد الله به اندازه بال پشه نیز وزن ندارد. روایت بخاری و مسلم. و الله می فرماید که فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا، ما برایشان در روز قیامت هیچ وزن قرار نمیدهیم. در سوره کهف. پس علما رحمه الله تعالی بین این دلیل ها گوناگونی اینها فرمودند که همه چیز چین کرده می شود. اعمال بندگان وزن می شود، صحیفه های اعمال بندگان وزن می شود و همچنین شخصان عمل کننده هم وزن کرده می شود. پس چین کنی صحیفه ها، چون این صحیفه ها اعمال ما و تو ای بندگان را در بر می گیرد، بر وزنی یا که سبوکی بودن آنها، بر آن چیزی که تو امروز تلاش داری در داخل آنها جنبست و کتابت کرده می شود. پس یک بار بر اعمال خود بینگه که تو چی داری و همچنین خود همون شخص به معنای قیمت و موقع شخص در نزد الله سبحانه و تعالی باشد، نه به معنای وزن جسمانی وای. و پس مرحله دیگر پهن کردن دواوین. پهن کردن دواوین انا همون دفترهای اعمال، آن دفترهای اعمالی که تو ای بنده امروز برای آن تلاش داری، چی بد و چی نیک. و نشر معنایش کشودن کتاب و پهن کردن آن رو می باشد. پس در اینجا نشر به معنای کشودن کتاب، آن اعمالی که تو در این دنیا انجام داده ای بنده در آن روز به صورت کتاب یا که صحیفه ها در آن روز نشر کرده می شوند، پهن کرده می شوند. یک نشر به معنای آشکار کردن آن همون صحیفه های اعمالی که تو کرده ایستاده امروز در روز قیامت بر دست خودی هم بنده داده و تقسیم کرده می شوند. و دواوین آن همین دفترها است، صحیفه ها است. جمع کلمه دیوان است. دیوان، همین دیوان در لغت به معنای کتاب است. آن کتاب هایی که اعمال بندگان کتابت می شود و تمام آن اعمالی که در آن کتاب ها کتابت می شود اینها را دواوین یا که دیوان می گویند. اما در شریعت همچون یک صحیفه های اعمالی که فرشتگان آنها را بر اساس اعمال های خودی بنده هر روز و هر دقیقه و هر ثانیه ثبت میکنند است. همین لحظه، همین وقت ما که در این جا نشسته و گوش داریم و انتظار و درس را گوش داریم، ملائکه های این اعمال ما رو کتابت دارند و شما که امروز در اینجا حضور دارید، الله سبحانه و تعالی با فرمان الله انا همین ملائکه انا همین اعمال نیک شما را کتابت کردند که در روز قیامت برای شمایان اینها شاهد میشوند. پس ثبت اعمال برای همین در آن جایی که الله میخواهد که تو باشی در آنجا باش و در آن جایی که الله نمیخواهد تو در آنجا قرار داشته باشی از آنجا فرار کن. الله تو را میخواهد که در مرحله در جایهای اهل خیر باشی، نه اهل فسق. با اهل خیر باشی، نه با اهل فسق. با اهل علم باشی، نه با اهل جهل. با دانشمندان باشی، نه با جاهلان. در آن جایی که الله تو را دوست می‌دارد باشی در آنجا باش، در آن جایی که الله تو را دوست نمی‌دارد در آنجا باش پس نباش، که اینها هر یک اینها کتابش شده است. پس نشر این دفترها معنای آشکار کردن انمی صحیفه های اعمالی که در روز قیامت آشکار میگردد در بین تمام خلقیت، که انا همین دواوین، انا همین دفترها، انا همین صحیفه ها از سمت راست تو یا که از سمت چپ تو قرار میگیرد و باسا بر اعمالت و دلایل آن از کتاب و سنت ثابت است. الله سبحانه و تعالی میفرماید فاما من اوتی کتابه بیمینه، پس هر کی کتابش نامه اش را با دست راستش بدهند، یکی از مؤمنان، فاما من اوتی کتابه بیمینه فسوف یحاسب حسابا یسیرا، بدرستی که این بندگانی که اعمال آنها کتابهای آنها با دست راست آنها داده شود، فسوف یحاسب حسابا یسیرا،
بزودی با طور آسان بر آنها حساب کتاب خواهد شد. فسوف یحاسب حسابا یسیرا و ینقلب الی اهله مسرورا. و هنگامی که بزودی حساب کتاب آنها با طور آسان قرار میگیرد، و ینقلب الی اهله مسرورا، با شادمان، با خرسندی به نزد اهل خود داخل جنت می شود، به سوی اهل خود می رود. اما آیت بعدی بسیار آیتی: و اما من اوتی کتابه وراء ظهره، اما هر کی نامه اعمالش از پشت سرش داده شود، بر کافران، بر منافقان. و اما من اوتی کتابه وراء ظهره فسوف یدعو ثبورا. بزودی نابودی و هلاکی را خواهد دید، نابودی و هلاکی را طلب میکند. فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، و با آتش دوزخ، آتش افروخته شده خواهد در آمد. کسی که اعمالش رو با دست چپش بگیرد. و الله میفرماید در سوره حاقه: و اما من اوتی کتابه بشماله فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیه. اما آن کسی که نامه اعمالش، کتابش به دست چپش داده شود، فیقول، میگوید از روی حسرت خوران، ندامت خوران میگوید. چی میگوید؟ یا لیتنی لم اوت کتابیه، ای کاش این نامه اعمال من به دست من داده نمیشد، ای کاش من این نامه اعمال رو نمیدیدم. و همچنین از عایشه رضی الله عنها روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسیدند: آیا خانواده ات را به یاد میآورید در آن روز دهشت؟ آیا در آن روز به یاد خانواده خود هستید؟ آیا در آن روز به یاد کسی هستید؟ به یاد کسی میزنید؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: در 3 موقع، در 3 مورد، در 3 مکان هیچ کس را به یاد نمیآورد. این 3 مکان است که هیچ کس در فکر هیچ کسی نیست، هیچ کسی را به یاد نمیآورد. اولا در نزد ترازو، تا آن وقت که این ترازو ای بنده برای تو معلوم بگردد، در فکر هیچ کس و هیچ چیزی نیستی، فقط میگوی نفسی، خودم. مینگرد که ترازوش وزن میآید که سبک میآید. و همچنین در نزد پرواز آن صحیفه هایی که بر این بنده داده می شود، تا معلوم بگردد که ای بنده کتاب تو به دست راست داده می شود که به دست چپت، با کدام دستت، با کدام روی این کتاب را تو میگیری؟ با دست راستش داده می شود یا با دست چپش از پشت سر داده می شود؟ این موقف دوم. و موقف سوم، رسول الله به حضرت عایشه گفتند: در نزد صراطی که در میان جهنم گذاشته شده است، تا از آنجا بگذری. این 3 موقف عظیم و بزرگ است که هیچ کس در یاد هیچ کسی نمیزند. یوم یفر المرء من اخی، آن روز دیگر روز است که مرد، انسان از برادرش میگریزد، پدر از پسرش، مادر از دخترش. نفسی، هر کی خدا میگوید. این حدیث را ابی داود و حکیم روایت کردند و اجوری در شریعه همین حدیث را روایت کردند و البانی این روایت ابی داود را ضعیف گفتند و حکیم گفتند که سند این حدیث با شرط شیخین یعنی بخاری و مسلم صحیح است، اما بین حسن و عایشه یگام پیوندی نبوده است و ذهبی این را تایید کردند. پس مسلمانان بر ثابت بودن این مسئله اتفاق نظر دارند. اما صفت گرفتن کتاب در روز قیامت، یعنی بندگان کتاب خود را چگونه به دست میگیرند، اعمال خود را چگونه به دست میگیرند. پس مؤمنانی که در دنیا عملهای نیک و صالح و شایسته انجام دادند، در روز قیامت کتابهای اعمال خود را به دست راستشان میگیرند و این کتابی که آنها مؤمنان به دست راست خود میگیرند، این نشانه، این نجات و سعادتمندی آنها را نشان میدهد. آنها با یک کمال خوشحالی و خوشنودی خواهند گفت: ها اقرؤوا کتابیه، اینک همین کتاب من است، این کتاب من است که به دست راست من داده شد، این کتاب من را بخوانید. از خوشحالی میگوید به سوی مردم. این سخن شادمانی این بنده و باوری کامل با اعمال نیکی که به دست او بنده داده شد. پس این مؤمنان میخواهند که دیگران از اعمال نیکی آنها را ببینند. این مؤمن میخواهد که اعمال
نیک این نجات یافته است، پیروز شده است. ها او مقرأ کتابیه، ها من همین کتاب من از کتاب من رو بخونید، بنگرید من نجات یافتم. اما کافران باشد، منافقان باشد، پناه به سوی الله و گناهکاران، کافران منافقان کتاب‌های اعمال خود را با دست چپشان میگیرند، علاوه از پشت سرشان این کتاب‌ها داده می‌شود. این الکی نشانه بدبختی و عذاب جاودانه آنها را نشان می‌دهد. آنها ناامید از ترس، از هراس میگویند یا لیتنی لم اوت کتابیه. ای کاش این کتابم رو نمیگرفتم، ای کاش این کتابم بر من داده نمیشد. ولم ادری ما حسابیه. ای کاش من نمیدونستم که این حساب چی است، ای کاش من این رو نمیفهمیدم، نمیدونستم. پس این سخن نشانه پشیمانی و ناامیدی شدید این کافران منافقان است. امید میکند، آرزو تمنا میکند که این اعمالش رو نبیند، این کتابش رو نگیرد. پس برادر و خواهر گرامی، پس بینگر امروز چی عمل داری؟ چی کتابی داری با خود برای آن روز؟ چی کتابی داری با خود؟ چی اعمال داری؟ آیا بار اندیشیدی؟ آیا بار فکر کردی که در نزد پروردگار، در نزد عظمت و جلالت پروردگار بدون یگام ترجمان با او روپرو میشوی؟ پس این روز اعمالت را نیک بگردان تا در آن روز به دست راست گرفته شود. اگر بد کردی پس از خودت گله کن. پس هر شخص در این دنیا برای اعمال صالح و نیکوی خود آمادگی بیند، برای آن روز کوشش کند و تلاش به خرج بدهد تا کتابت را به دست راست بگیری. پس اگر تلاش نکنی پس چگونه آن را به دست راست میگیری؟ چگونه نجات مییابی؟ آیا بار فکر کرده ای؟ آن کتابی که تو به دست راست میگیری و به دست چپ میگیری در آن روز انا همان نتیجه عمل و ایمان و دینداری تو در این دنیا هست. در کجا میگردی؟ به چی کار مشغول هستی؟ سرگرمی چی هستی؟ آیا فکر کردی که اعمالی تو در آن روز به دست راست داده میشه، به دست چپ تو؟ آیا تلاش داری؟ پس پشیمانی دیگر فایده نمیکند. اعمال نیکت سبب نجاتت است، عمل بد سبب هلاکتت است. در آن روز کافران سخت پشیمان میشوند، حسرت میخورند، اما دیگر پشیمانی برای آنها فایده و منفعت نمیبخشد. زیرا این دنیا بود ای بنده، برای عمل، مکان عمل اینجا بود. امروز عمل از حساب نیست، اما فردا حساب است و عمل دیگر نیست. پس روز قیامت از مهمترین مرحله های حیات انسان است که هر شخص دیگر در آن روز نتیجه عملش را خواهد دید، با دست خودش خواهد گرفت. مرحله گرفتن کتاب ای بنده این معنای حکم نهایی تو را دارد. حکم نهایی تو بر احوال تو، عاقبت تو اشاره میکند. اما صفت گرفتن کتاب چگونه گرفتن می شود؟ به دست راست. اینکه مؤمنان صالح و نیکو متقیان هستند که کتاب را، اعمال خود را، کتابهای خود را به دست راست میگیرند و این نشانه آن را میدهد که آنها در آن روز آزمایش بزرگ، از این آزمایش بزرگ موفقیت را به دست آوردند. و الله بر همه آنها میفرماید فاما من اوتی کتابه بیمینه فیقول هاؤم اقرءوا کتابیه. اما کسی که کتاب اعمالش به دست راستش داده می شود خواهد گفت این از کتاب من را بخوانید. در سوره حاقه آیت 19. خرسندی و اطمینان، باوری، چون مؤمن کتاب اعمالش را با خوشحالی و شکرگزاری قبول می کند و این هنگام او می خواهد که دیگران از نیکی هایی که در دنیا کرده بود با خبر بشوند و بر او حسد ببرند و این شادی این بنده نشان دهنده آن است که آنها عذاب نخواهند شد. رهایی کامل برای آنهاست. پاداشی که در این دنیا کرده بود امروز به دست آورده ایستاده است و این است که آنها به بهشت داخل میشوند و در آنجا از این نعمتهای جاودانی خوشحال میگردند. فی جنت عالیه، در بهشت‌های بلند مقام، بلند مرتبه. سوره حاقه. اما صفت گرفتن کتاب برای کافران با دست چپ و از پشت سر داده می شود. کافران که اعمال آنها را گناهان فرا گرفته است و ناسزاها و ناشکریها پر کرده است، سرکشیها و بدبختیها و ظلم و ستم و کفر و شرک و ضلالتها
پر کرده است، این هنگام است که کتاب‌های اعمالشان به دست چپ از پشت سر داده می شود. اعمال خود را با دست چپ از پشت سر می گیرند و این نشانه یک حکم شدید، یک بدبختی بزرگ به حال آنها خواهد بود. و الله سبحانه و تعالی این حالت رو وصف میکنه و میفرماید و اما من اوتی کتابه بشماله فیقول و اما من اوتی کتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. اما کسی کتاب اعمالش با دست چپش داده شود میگوید، داد و فیغان فریاد زده میگوید ای کاش این کتاب را نمیگرفتم، ای کاش این کتاب بر من داده نمیشد. سوره حاقه آیت 25. چون آنها از شنیدن حساب کتاب اعمال خود سخت میترسند و خواهش میکنند و التجا میکنند که هیچگاه این کتاب بر آنها داده نشود، که هیچگاه این کتاب بر آنها ای کاش داده نمیشد، که این پشیمانی دیگر برای آنها هیچ سود نخواهد داد، زیرا دیگر آن مقام دادن کتاب هاست. زیرا این مقام امروز مقام عمل بود. دنیا این را پس سر کردن، بے پروایی به اهمیتی کردن، از پشت شهوات خود گشتن، نه دین را آموختن، نه گذاشتن که دین را دیگران بیاموزد. جایگاه آنها در آن روز دیگر جهنم خواهد بود. اعمال خود را میگیرند با دست چپ از پشت سر، ثم الجحیم صلوه، پس آنها را به سوی جهنم می افکنند، به سوی جهنم می اندازند آنها را. دیگر برادر و خواهر گرامی، بدونیم که هر شخص مسئول عملهای خودش است. امروز هر یک ما و شمایان در آن روز مسئول عملهای خود خواهیم بود و آنچه که امروز کاردی فرد آن را به دست می آری، فرد آن را خواهی دید، فرد آن را خواهی گرفت. ببین که در کجا قرار داره. این کتاب اعمال همچون یک ثبت دقیق عملهای انسان در این حیات است، در این دنیا هست. هیچ چیز از این خالی نمیماند. الله میفرماید و کل صغیرة، هر خرد، هر چیز اندک، و کبیرة، و هر چیز بزرگتر، مستطر، ثبت شده است، نوشته شده است. مؤمنان از آن روز شاد میشوند، اعمالهای ثبت شده خود را ببینند خوشحال میگردند که پاداش آنها بهشت است. اما کافران دیگر پشیمان میشوند که برای آنها دیگر هیچ منفعت و فایده نمیدهد. تمام گناهان اعمالش ثبت شده است و عذاب قطعی الله بر بالای آنها آمدنی است. برادران و خواهران گرامی، این حادثه ما را باید وادار بسازد از برای آمادگی بر روز قیامت. ما باید از این حادثه سبق بگیریم و در این روز، از این روز برای حساب روز جزا آمادگی بینیم. اگر گناه کردی به سوی پروردگار توبه کن، اگر ظلم کردی به سوی پروردگار توبه کن، اگر ترک مسئولیت دینداری کردی به سوی الله توبه کن. اما اگر اعمال نیک کردی، شکر و سپاسگزاری الله را بنما و آن را بیشتر نما. هر عملی که میکنیم باید از روی ایمان و اخلاص و عبادت او سبحانه و تعالی انجام بدهیم و هر ترکی که میکنیم از عملهای زشت باید از روی ایمان و اخلاص و عبادت الله سبحانه و تعالی آن را ترک نماییم. پس این حادثه گرفتن کتاب در روز قیامت یک مرحله مهمی بود است که عاقبت هر شخص را، من و تو را در آنجا دیگر روشن میکند. من و تو، اعمال تو در دست تو هست، کسی توان دیگرگون کردن آن ندارد، تنها خود. اعمال من هم در دست من است، کسی او را نمیتواند دیگرگون بسازد مگر خود. پس مؤمنان کتاب خود را به دست راست میگیرند و بر بهشت جاودان قدم میزنند، اما کافران و گناهکاران کتاب خود را به دست چپ از پشت سر میگیرند و به سوی دوزخ کشانده برده میشوند. پس این مسئله ما را باید وادار کند، هشدار بدهد. اگر امروز صالح نبودیم صالح بشویم، اگر امروز ناخلف بودیم انسان‌های نیکو بگردیم تا در آن روز قیامت بزرگ و سعادتمند بگردیم. الله سبحانه و تعالی بر ما و شما توفیق بدهد که از اهل خیر باشیم و از تمام بدیها و شرها و ناخوبی‌ها ما و شما را در پناه اسمتش نگاه بدارد و اعمال ما را اعمال نیکو خالص از برای خودش قرار بدهد و در آن روز قیامت ولی نبینا محمد صلی الله علیه و سلم حوض، از برای پیامبرمان صلی الله علیه و سلم ای بندگان در آن روز حوض است یوم القیامه، ماؤه اشد بیاضا من اللبن، که آن حوض پیامبر آب آن
آبش سفیدتر از شیر تازه دیده است و احلى من العسل و از عسل شیرینتر و زیباتر است و ابریقه عدد نجوم السماء و ابریق آن کاسه هایی که در آنجا هست به مثل عدد ستارگان آسمان است که از آن منوشند. من شرب منه شربتا، اگر هر کسی که از این حوض پیامبر از این حوض کوثر نوشید، از این آب نوشید، لم یظم بعدها ابدا، هرگیز و هرگیز و هرگیز و هرگیز دیگر تشنگی رو نخواهد دید. از این حوض اگر هر کسی بنوشد هیچگاه دیگر تشنگی رو نخواهد دید. پروردگار رو از این حوض مبارک ما را سیراب بگردان. پس حوض پیامبر صلی الله علیه و سلم یکی از واقعه های مهم در روز قیامت قرار میگیرد که با دلیل های صحیح از احادیث رسول صلی الله علیه و و دلیل های علمای اهل سنت ثابت است. پس حوض در معنای لغوی او اگر ما بنگریم یک جمع آب است، یک مکانی که در آنجا آب جمع شده است. این کلمه حوض همچون به معنای یک مکانی که در آنجا آب جمع می شود نیز استفاده برده می شود. اما معنای شرعی این کلمه حوض در اسلام به حوض مخصوص اشاره می شود که آب این حوض از کوثر بهشت بر این صحرای محشر جاری می شود و در روز قیامت برای پیامبر صلی الله علیه و سلم مقرر شده است و این حوض مبارک حوض است، یک جایی است که امت محمد صلی الله علیه و سلم برای شکستن تشنگی خود به آنجا می روند و صفتهای و خصوصیتهای این حوض آبش از شیر دیده سفیدتر است، از عسل دیده شیرین تر است و آن کوزه هایی که در لب آن حوض گذاشته شده اند، شماره کوزه های این حوض مثل شماره تعداد ستارگان در آسمان دیده می شود و این حوض از خصوصیت های بی‌نظیر هم دارد که هر کسی که اگر از این حوض اگر یک بار هم باشد بنوشد دیگر هیچگاه تشنگی را نخواهد دید. و در این بیان حوض رسول صلی الله علیه و سلم دلیل های متواتر یعنی که زیاده ثابت شدن و اشاره میکند. چگونه که رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت بخاری و مسلم فرمودند که اینی فرضتکم علی الحوض، من شما را در حوض که حوض خود میخورم که وفا میکنم میبینم. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در روایت دیگر گفتند که قسم به الله من حوض خود را میبینم، روایت بخاری. و این حوضی که در آن صحرای محشر برای رسول الله صلی الله علیه و سلم داده می شود، این آب این حوض از بهشت جاری می شود. چگونه که در حدیثی که ذکر می شود الله اعطانی الکوثر، رسول الله فرمودند که الله برای من این کوثر را عطا کرد. نهرا فی الجنه، این کوثر که یکی از نهرهای جنت جاری می شود، ماؤه یسکب علی الحوض، آب این کوثر از آب این جنت از کوثر بر این حوض جاری می شود. روایت احمد و ابن کثیر این را حدیث حسن که خوب گفتند. اما هر پیامبر حوض دارد، اما حوض پیامبر صلی الله علیه و سلم از بزرگترین حوض ها به شمار می رود، از بزرگترین و مهمترین و دارای شماره بیشتری وارد شدگان می باشد. رسول الله فرمودند کل نبی له حوض، هر پیامبر حوض دارد و یتفاخرون به انهم اکثر وردا، و آنها با همدیگر فخر میکنند که کدام از آنها شماره بیشتری وارد شدگان را دارند. و انا ارجو ان اکون اکثر وردا، و من امیدوار هستم، رسول الله میگوید من امیدوار هستم که من شماره بیشتری وارد شدگان را داشته باشم در آن صحرای محشر، در آن کوثر. این حدیث ترمذی روایت کردند و آنو غریب نامیدند، حدیث غریب است گفتند. این حدیث ابن ابی دنیا و ابن ماجه از حدیث ابو سعید روایت کردند و علما گفتند که در این حدیث ضعف دیده میشد. پس علمای اهل سنت در هر دور و زمان وجود این حوض را بر بودن این حوض را اتفاق نظر دارند. اما از معتزله ها که عقیده کلامی را پیروی میکنند وجود حوض پیامبر صلی الله علیه و سلم رد کردند. شیخ میفرماید که اما بر این رد کردن آنها ما دو جواب قطعی میدهیم. اول حدیث های متواتر بر آن احادیث گفته می شود که شماره زیادی از صحابگان از 10 زیاد آن روایت کرده هستند که شماره زیاد تا ما را رسیده است. رد اول حدیث های متواتر درباره حوض پیامبر صلی الله علیه و آله از طرف صحابگان نقل شده است و این حدیث های گوناگون و به شمار رد کردن غیر امکان است.
دوم اهل سنت اتفاق نظر دارند که این حوض واقعیت دارد و رد کردن این حوض به خلاف عقیده اهل سنت و جماعت میباشد. پس این حوض پیامبر صلی الله علیه و سلم نشانه محبت پیامبر بر امتش و غمخواری پیامبر برای امتش است که آنها را از این تشنگی و سختی قیامت نجات میبخشد. تنها آنهایی که از راه سنت پیامبر پیروی میکنند و از گناهان بزرگ هم دوری میجویند، از شرک، از کفر، از بدعت، اجازه نزدیک شدن به این حوض را دارند. این اشخاص اجازه نزدیک شدن بر این حوض را دارند. پس برای آن که ما باید از این حوض پیامبر بهره بگیریم و تشنگی این صحرای محشر را از خود دور بسازیم و بشکنیم، باید از این سنت سرور دو جهان صلی الله علیه و سلم پیروی کنیم، از گناهان بزرگ دوری بجوییم. چگونه که مشاهده میشد این حوض پیامبر صلی الله علیه و سلم یکی از واقعه های ثابت شده در روز قیامت است. احادیث گوناگون در این مورد بر اعتقاد اهل سنت و جماعت ثابت شده است و این نه تنها نشانه رحمت الله و پیامبرش بلکه یک مرحله مهم جدا کردن مؤمنان از کافران هم هست. پس تلاش نماییم که در آن روز از این بزرگی و از این عظمت و از این سزاواری محروم نکنیم خود را، از این حوض مبارک، از نوشیدن آن آب. پس آن حدیثایی که ما در بالا ذکر نمودیم آوردیم بر موضوع حوض پیامبر صلی الله علیه و سلم داخل داشتند که آن احادیث در صحیح بخاری و مسلم و غیر اصحاب سنن ذکر داده شدند و این حدیث ها با وجود بودن این حوض خصوصیت های آنها را نیز بیان کردیم از حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم. پس این حوض یک حقیقتی ثابت شده است که روز قیامت موجود خواهد بود و مؤمنان از آن بهره میبرند. پس این حوض هم نشان میدهد که رسول الله صلی الله علیه و سلم حتی در روز قیامت هم غمخوار این امتش است. پس ای مؤمنان، ما باید با ایمان و عمل صالح تلاش نماییم که این شفاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم را با این حوض در آن روز نائل بگردیم و این قسمت یک عقیده مهمی، عقیده اعتقاد اهل سنت و جماعت در روز قیامت برای ما شرح داد. یک واقعه ثابت شده شریعت، بلکه یک نعمت الهی برای این امت. پس ما باید برای سزاوار بودن بر این حوض تلاش خود را با پیروی از رسول الله صلی الله علیه و سلم بکنیم. چون یک رسول الله گفتن من اطاعنی دخل الجنه، اگر هر کسی که از من اطاعت پیروی کرد داخل جنت میشود. من اصلا داخل النار، اگر هر کس که من نافرمانی کرد داخل جهنم میگردد. اعوذ بالله. پس تو از کدامش هستی امروز الکی که خلاصه برداریت رو بکن. الله سبحانه و تعالی ما و شما را از اهل خیر قرار بدهد و پناه میبریم با سوی پروردگار از اهل شر بودن. پروردگار رو برای ما توفیق بده آن عملهای را انجام بدهیم که سبب دادن نامه اعمال ما از دست راست ما بگردد و سبب وزنینی ترازوی اعمال نیکی ما بگردد و پناه میبریم با سوی تو از دادن اعمال به دست چپ از پشت و سبکی اعمال نیکی ما در روز قیامت. در اینجا دست رو به اتمام رسانیم. سبحانك اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک و اتوب الیه. درس دیگه در بیان صراط مستقیم، صراط و که نیکوکاران از این صراط میگذرند و با بدکاران و فاجران در چاه میافتند، در جهنم میافتند و صفت این صراط و گذشتن مردم از این پل صراط توضیح و بیان خواهیم داد باذن الله تعالی. و همچنین بیان شفاعت پیامبر صلی الله علیه و سلم بر امتش، کسانی که داخل جهنم شده بودند با شفاعت پیامبر از جهنم میبرایند، از کسانی که گناهان کردند و همچنین شفاعت تمام پیامبران بر امتانشان، از ملائکه ها شفاعت ملائکه ها و اینکه کافر را هیچ شفاعتی برای فایده نمیدهد. در این مورد درس آینده ان شاء الله که با همراهی شمایان یک صحبت گرم دیگری خواهیم کرد باذن الله تعالی. سبحانك اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک و اتوب الیه.